خب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امیدوارم که همه شما صحت و سلامت باشید ان شاء الله. از درس قبلی آغاز میکنیم. درس قبلی رو ان شاء الله تکرار کنید. از به فکرم هفتمش بود یا هشتمش بود ان شاء الله. کی میخواهد که درس امروز رو پیش کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب، پس از تکرار کردن درس قبلی ما میگذاریم به درس نو. فصل من آداب الوضوء 14 شيئا. کلمه مبنی. این یک فصل نو هست، یک باب نو هست در مورد آداب های وضوء. مؤلف میگوید که من آداب الوضوء، از آداب وضوء یعنی که طهارت 14 چیز می باشد. و در شرحش میگوید که آداب طهارت 14 چیز هست، اما بعضی دیگر آداب ها رو اضافه کردند. و بعد میگوید که کلمه آداب جمعی کلمه ادب هست. و بعدا میگذارد و کوشش میکند که بفهماند که ادب چی معنا دارد. اگر ما کلمه ادب رو تعریف کنیم، خب یعنی که یک تعریف پیش کنیم چی معنا دارد ادب، که جمعش آداب هست و حتی با زبان تاجیکی هم. میگوید که عرف بأنه وضع الاشیاء موضعها. معنای یکمش یا تعریف یکمش که پیش کرده می شود این است که ادب یعنی هر چیز رو به جای درستش و به جای مناسب خودش گذاشته شود. و بعدا میگوید که یک معنای دیگر که به کلمه ادب پیش کرده می شود این است الخصلة الحمیده، یعنی که یک خصلت خوب، یک خصلت نیک. و این چونین گفته می شود که ادب یعنی که الورع، یعنی تقواداری، پرهیزگاری، این را ادب گفته می شود. این شد دو سه شرح یا اینکه تعریف برای همین کلمه. و بعدا میگوید که در شرح کتاب الهدایه که یکی از کتاب های فقهی می باشد برای مستوای بلند در فقه حنفی، میگوید که در آنجا یک تعریف اصطلاحی پیش کرده شده است برای کلمه ادب یا چیزهایی که آداب شماریده می شوند. و این گونه تعریف پیش داده شده است که هو ما فعله النبی صلی الله علیه و سلم مرة او مرتين ولم يواظب عليه. آن عملی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک یا دو بار انجام دادند ولی بر آن دائمی نبودند، بر آن مداومت نکردند، همه وقت این عمل رو انجام ندادند. اگر به یاد داشته باشید ما همین تعریف رو برای سنت غیر مؤکده رو هم داده بودیم. همین تعریف رو برای عملی که ما سنت غیر مؤکده میگوییم همین تعریف رو داده بودیم، یعنی که سنت غیر مؤکده و چیزهایی که آداب شماریده میشوند به هم دیگر نزدیک هستند، گرچند که بعضی ها کوشش میکنند که بین آنها فرق کنند. و میگوید که حکم آداب چیست؟ چیزهایی که آداب شماریده میشوند حکم آنها چیست؟ میگوید حکمه الثواب بفعله و عدم اللوم على ترکه. حکم عملهای آداب رو انجام دادن این است که بر انجام دادنش ثواب میگیری، بر انجام دادنش ثواب هست و در ترک آن ملامت نیست. در ترک کردن عملی که آداب باشد ملامت نیست. حتی اگر ملامت نباشد، این به ما اشاره میکند که اگر ملامت نباشد یعنی حتی گناه هم نیست. ملامت یک چیز خرد هست و چیز خرد هم اگر نباشد چیزی کلان رو هم در بر میگیرد. نه ملامت هست و نه یگان گناه در ترک کردن چیزهایی که آداب هستند. و بعدا دوباره تکرار میکند که میگوید که به مقابل آداب سنت هست که پیش کرده بود. تعریف سنت رو، سنتی یعنی هدفش سنتی مؤکده هست، چون که این قسم اصلی سنت می باشد، اساسی سنتی مؤکده می باشد. و دوباره تعریف می دهد، میگوید که هی التي واظب عليها النبي صلی الله علیه و سلم مع الترك بلا عذر مرة او مرتين. میگوید سنت آن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را پیوسته انجام میداد، گرچند که
بعضاً به یگان خل عذر یک یا دو مرتبه ترک کرده باشد. و حکم سنت این است که میگوید و حکمها الثواب، یعنی که انجام دادن عمل سنت ثواب دارد، و فی ترکها العتاب للعقاب. میگوید اما در ترک کردن سنت به یگان خل عذر، البته عذر باشد، حتی انسان میتواند فرض را ترک کند بعضی وقت. اگر انسان عذر داشته باشد وابسته به این که عذرش شدید هست، به ضرورت میکشد، به حاجت میکشد، یعنی ضرورت شرعی، الضرورت والحاجت، حتی انسان بعضی وقت حتی فرض را ترک کرده میتواند. خب به مانندی مثلا پورا نماز گذراندن یا اینکه حتی روزه گرفتن. به هر حال میگوید که سنت یک عملی هست که انسان انجامش بدهد ثواب میگیرد، اما اگر ترکش کند به یگان خل عذر، در این عقاب نیست، یعنی که جزا نیست، اما عتاب هست. عتاب یعنی طعنه یا ملامت می شود، سبب که انسان باید سنت رو ترک نکند. اما سنت به درجه فرض یا واجب نیست که کسی که ترکش کند سزاواری عذاب یا اینکه سزا یا اینکه جزا باشد. خب به هر حال این تمام این گپ هایی که من به شما پیش میکنم، مقدمات و درباره تعریف های این اصطلاحات، اینها گپ های اصلا اصول الفقه هست که مثلا مرتبه سنت چیست، مرتبه سنت مؤکده، مکروه، تنزیهی، تحریمی، وجوب، دلیل این و آن چیز. همه این گپ ها و نقطه های اصول الفقه هست، اما برای فهمیدن این نقطه ها من باید که به شما پیش کنم. اما به هر حال هدفم این است که انشاءالله انتظار شود در یک کتاب مستقلانه اصول فقه این چیزها رو خواهید فهمید. به هر حال اکنون ما آغاز میکنیم، سر میکنیم همین بخش رو، اما فراموش نکنید که این بخش آداب هست و برای ثابت کردن یک ادب دلیل مستحکم ضرورت نیست. و عموما وقتی که دلیل مستحکم باشد بر کردن یا نکردن چیزی، او ادب شماریده نمی شود، بلکه خیلی مرتبه بالا می داشته باشد، یا واجب می شود، یا اینکه مکروه تحریمی می شود، یا اگر دلیل اونقدر مستحکم نباشد شاید یک عمل مستحب، یا بخشش اگر دلیل مستحکم نباشد یا کمی ضعف، کمی کمبودی یا ضعیفی داشته باشد، با این دلیل ما یک عمل مستحب یا مکروه را ثابت کرده می توانیم. اما برای ثابت کردن آداب هدفم این است که دلیل های مستحکم همه وقت ضرورت نیست، بلکه آداب عموما برای تکمیل و پورا کردن عمل های سنت و فرض می باشد. یک مثالی عادی رو من برای شما پیش می کنم. خب همین یک مثال در فکرم حالا آمد، همین رو پیش می کنم که شما یک کمی بفهمید پیش از در آمدن به این بخش. همه ما می دانیم که پوشیدن حجاب بر زن مسلمان فرض هست. در این نقطه اختلاف نیست بین علما. البته من درباره نقاب نمیگویم، یعنی روی رو پوشاندن، در بین علما در مورد روی رو پوشاندن البته اختلاف هست و دو قولی که وجود دارد، عموما هر دوی قول بر اساس دلیل ها هست. اما در مورد حجاب بین علما اتفاق هست که زن باید که گردنش رو، مویش رو، موی سرش رو و تمامی همین یعنی پور سرش رو، سینه‌اش رو باید با یک حجاب پوشاند. خب این است فرض و این با آیات های قرآن و غیره ثابت می شود با احادیث. خب اکنون اگر من به شما بگویم که برای پوشیدن حجاب شما یک دو سه تا سوزن بگیرید و حجاب خود را در جایش سوزن زنید مستحکم که نجنبد، من برای شما این گونه اگر بگویم، خب یا یک عالم این را در کتابش نویسد، آیا برای این یگان دلیل وجود داشتن دلیل یا موجود بودن دلیل آیا ضروری هست از نگاه شریعت؟ ضروری نیست، از سببی که این تنها یک مصلحت هست، یک نصیحت هست. برای چی؟ برای تکمیل کردن یک عملی فرضی، برای اون که برای همین عملی فرض خلل نرسد. وقتی که انسان بیرون می رود اگر حجابش سوزن زدگی نباشد یا مگنیت هست، در این زمانه مگنیت نداشته باشد، یکم خیلی بسته نباشد، شاید که از سبب حرکت، از سبب شمال، شاید که حجابش یک طرف شود، ناخواست هم میتواند شود. برای همین برای تکمیل ساختن فرض این میتواند که سوزن زدن حجاب ما میتونیم که این را همچون یک آدابی حجابی شرعی حساب کنیم.
آیا برای این دلیلی از قرآن و سنت وجود دارد؟ نه، البته دلیلی نیست که با ما میگوید که ما باید سوزن زنیم حجاب خود را، اما این را گفته می شود یک عملی ادب. پس در این قسمت من برای شما دلیل های این عمل ها رو میگویم و برای اکثر این عمل ها دلیلی شرعی وجود دارد، اما بعضی هایش تنها از جهت مصلحت هست. پس اگر کسی نخواهد که اینها رو به نظر گیرد یا نخواهد که اینها رو همچون یک عمل شرعی حساب کند، جای تأسف هست، چون که در اینجا یک عالم به ما این سخن رو میگوید. اما اگر نخواهد، خوب قبول نکند. اینها تنها آداب هستند. اما اینها برای چی توصیه داده می شوند؟ برای چی بخش آدابی هر عبادت هست؟ تا اینکه فرض و سنت ها مکمل شوند و حفاظت کرده شوند. خب به هر حال از همین سبب هست که عموما در کتاب های فقهی در باب آداب هر یک کتاب چیزهایی که ذکر میکند زیاد یا اینکه کم می شود، وابسته به مصلحت همان عالم یا وابسته به چیزهایی که همان عالم به نظر گرفته است. خب اکنون در اینجا عمل یکم این است: الجلوس فی مکان مرتفع، نشستن در جای بلند. امام شورنبلالی سبب این رو میگوید برای چی این گونه این رو ادبی وضو شماریده است. میگوید که تا این که از نجاستی که در زمین هست دور باشد. پس آیا این عمل حتمی هست؟ نه، حتمی نیست، اما مخصوصا برای همون شخصانی که در یک جای طهارت میکنن که همون زمینش نجاست داشته باشد یا به زمین نزدیک باشند و ببینن که نجاست زمین دوباره برمیگردد به جسم آنها، به لباس های آنها باید کوشش کنند که در یک طرفی بلند بشینن. اما بعضی وقت اگر انسان در یک مکانی بلند هم اگر بشیند، چی می شود؟ بعضی وقت همون آب دوباره یعنی بلندتر می پرد، برمیگردد. از این سبب آدم باید احتیاط کند یا در یک جایی بشیند که آبش یعنی زمین راست نباشد، یک طرفه باشد، مایل کند. اگر زمین کمی مایل کند به یک طرف، آب می تواند که یعنی به خوبی جاری شود و بر نگردد، یا اینکه در یک جایی که نرم باشد. به هر حال این نقطه اول هست. در نقطه دوم میگوید و استقبال القبلتی، روی آوردن به سوی قبله. یعنی که میگوید که در شرحش میفهماند، میگوید که نه در وقت استنجا کردن بلکه در وقت وضو کردن. و چی سبب پیش میکند؟ آیا دلیلی هست؟ دلیل پیش نمیکند، تنها میگوید سببش چیست. از چی سبب این رو ما میتوانیم یک ادبی طهارت گرفتن شمار کنیم؟ از سببی که در حالتی روی به قبله کردن بیشتر امیدی قبول شدنی دعا هست. و ما چی میکنیم؟ خودی طهارت یک وسیله هست، به عبادت میبرد و خودش هم یک عبادت حسابیده میشود. پس در وقتی عبادت کردن در دل اگر دعا کنیم، اگر در جای نجس باشیم یا اینکه یعنی اگر در بیرون باشیم پیش، یا اینکه هنگامی طهارت گرفتن هم اگر دعا کنیم، این یک حالتی هست که دعا بیشتر یعنی امیدی زیادتر می داشته باشیم برای قبول شدن دعای خود. این سبب رو پیش میکند برای استقبال کردن، یعنی که روی گردانیدن به طرف قبله. خب اکنون سوم میگوید عدم الاستعانة بغیره. عدم یعنی که نگرفتن، یک چیزی رو نفی میکند. استعانه کمک گرفتن، طلبی کمک از باب استفعال هست. کمک طلب نکردن بغیره از یک کسی دیگر، یعنی که در وضو از کسی دیگر کمک نگرفتن. و میفهماند میگوید که تا اینکه عبادت رو انسانی به عذر به پرگی خودش انجام دهد. این یک عبادت هست و اگر انسان عذر نداشته باشد، اگر انسان عذر داشته باشد، دستش پایش کار نکند، در من باشد، البته این انسانی عذردار هست، کمک گرفته میتواند از شخصی دیگر. اما اگر عذر نداشته باشد، پس باید کوشش کند که تمام این عبادت رو خودش انجام دهد. این یکی از آدابی طهارت می باشد. و بعدا میگوید که عدم التکلم بکلام الناس. باز هم تکلم گپ زدن، سخن گفتن، گفتار کردن، یعنی سخن نکردن، عدم با کلامی با سخنی مردم. یعنی که میگوید از گفتاری مردم خودداری کردن. و گفتاری مردم یعنی چی؟ یعنی از گفتاری دنیوی.
از گفتار دنیوی باید که پرهیز کند، باید که خودداری کند. و در شرحش میفهماند، میگوید که تا اینکه وقتی وضو گرفتن رو در ذکر و دعاهای وضو صرف کند، یا حتی ذکر هم اگر نکند در یاد الله باشد، یعنی در فکر الله باشد و توجه خود را به یک وضوی کامل و مستقیم کردن صرف کند، توجه خود را به این چیز بدهد. پنجم هست والجمع بین نیت القلب و فعل اللسان، یک جو کردن نیت دل و زبان، لفظ به لفظ، یعنی جمع کردن بین نیت قلب و فعل، یعنی عملی زبان. انسان یک نیت مستحکم و روشن میکند در این حالت. ششم میگوید و الدعاء بالمأثور، دعاهای مأثور یعنی که روایت شده رو، دعاهایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شدند، آنها رو خواندن. و اگر مثلا بیرون از حاجتخانه باشد میتواند که بلند بخواند، و اگر نه، یا اینکه نخواند یا اینکه در دلش بگوید. بعدا میگوید و التسمیه عند کل عضو، گفتنی بسم الله، گرفتنی نام الله هنگامی شستنی هر عضو. در اینجا کلمه شستن نیست، اما هنگامی هر عضو، هنگامی یا در نزدی هر عضو، یعنی که البته در قوسه گذاره که شستن، یعنی آغاز کردن به شستن هر عضو. خب در اینجا اکنون کمی من به شما تفصیلات میگویم، نقطه نقطه کرده مختصر نویسید. گفتنی بسم الله خودش در شریعت یک اساس دارد، یک دلیل دارد، چطوری که شما الکی میدانید. پس پیش از هر عضو اگر انسان بسم الله گوید، یعنی که او هر شستن عضو رو یک عمل نو حساب کرده، اون عمل رو با بسم الله آغاز می نماید. یعنی که ما الکی میدانیم که پیش از انجام دادن هر عمل بسم الله گفتن یک عملی هست، یک حکمی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفته است، و این به عمل هم برکت رو میدهد و هم با کامیابی به انتها میرساند عمل رو. پس از این سبب اگر امام شرنبولری بسم الله در هنگام شستن هر عضو گفته باشد، پس این اساس دارد و همین است دلیلش که عموما در شریعت ما هر عمل رو، هر آغاز کردن هر عمل رو ما باید با بسم الله، با نام الله بگوییم. اکنون برای فایده بیشتر من برای شما یک نقطه دیگر رو پیش میکنم. بعد از اون که امام شرنبولری در شرحش میگوید که مثلا بسم الله گفتن و غیره، یک چیز دیگر رو ذکر میکند. امام شرنبولری در شرحش این رو ذکر میکند که انسان این چونین پس از گفتن بسم الله میتواند آن دعاهایی رو بگوید که مخصوصی هر عضو هستند. آن دعاهایی که مخصوصی هر عضو هستند میتواند که آنها رو هم بگوید پیش از شستن هر عضو. اما از سببی که یعنی فکری من چونین هست و عموما یعنی سنت علمی همین گونه هست، طریقه علم همین گونه هست، از سببی که آن روایت هایی که این دعاهای پیش از هر عضو رو ذکر میکنند، آن دعاهایی که برای شستن هر عضو مخصوص روایت شدند، یعنی که پیش از شستن روی این دعا هست، پیش از شستن دست ها این دعا هست و غیره و غیره، این دعاها خیلی زیاد ضعیف هستند. و فکر من چونین هست که امام شرنبولری از همین سبب هست که آنها رو و این نقطه رو در شرحش مخصوصا در تحت همین بابی آداب ذکر کرده هست، نه در بخشی سنت ها یا اینکه یگان بابی دیگر، از سببی که این احادیث و این اخباری که در آنها ذکری یک دعای مخصوص برای هر عضو هست خیلی حدیث های ضعیف می باشند که قابل حجت و دلیل بودن نمی توانند. اما باز هم برای آن که نادرست نفهمید، امام شرنبولری در شرحش می گوید که انسان می تواند این دعاها رو پیش از هر شستن هر عضو بگوید. اما من برای شما یک نقطه دیگر رو میگویم از نگاهی اصول الحدیث، چون که شما در عین وقت اصول الحدیث رو هم می آموزید و من کمی برای شما عملا میخواهم نشون بدهم که چگونه این فن مهم هست، مخصوصا برای کسانی که
در سوهای فقه هستند و در آینده یعنی با سوالهای مردم جواب میدهند و فتوا میدهند. امام نووی که هست، امام نووی یحیی ابن شرف النووی رحمه الله یک عالمی برجسته مذهبی شافعی بود که سال 676 هجری از دنیا گذشت، تنها در سن سالی 45 سالگی. البته از نوه بود که در سوریا هست، از این سبب امام نووی گفته می شود و در همین نوه تولد شد و وفات کرد. همین عالم در کتابش الاذکار، کتاب الاذکارش درباره این دعاها چنین میگوید که در مورد دعاهایی که برای هر عضو وارد شدند، نقل شدند، از پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی روایت نشده است. یعنی هدفش این است که چیز مستقیم و مستحکم روایت نشده است که من برای شما در اینجا ذکر کنم. چون که من برای امام نووی رو در اینجا ذکر میکنم؟ چون که امام نووی سال آینده شما الاربعین النوویه رو میکنید و پس از اون ریاض الصالحین این عالم رو میکنید که محدث بود در فقه شافعی بود. پس این عالم خیلی یک عالمی بلند مرتبه هست که در فن فقه و حدیث خیلی علمی عمیق دارد و خیلی مهم هست که ما از این عالم بگیریم. پس یک کتابی رو تصنیف کرده است به نام کتاب الاذکار، کتاب ذکرها. و البته اگر در مورد دعاهایی که پیش از شستن هر عضو اگر دلیل مستحکم می بود، من نمیگویم که دلیل صحیح، فراموش نکنید از درس های حدیث من به شما چی فهموندم، همه وقت دلیل صحیح بودنش و پورا کردن هر 5 شرایط ضروری نیست. تنها برای باب عقیده و باب احکام سخت باید چی کنیم، دلیل مستحکم باید داشته باشیم. اما در باب فضائل و دعا و ترغیب و ترهیب می تواند که دلیل کمی ضعیفتر باشد. یعنی ضعیف معنایش این نیست که تمام ما باید که این رو یک طرف گذاریم و این به مانندی حدیث موضوع هست. موضوع و ضعیف یک چیز نیستن و ضعیف جدا یک چیز نیستن. خب و این چونی شما میدونید که بعضی حدیث های ضعیف حسن لغیره میشوند. پس هدفم چیست؟ که اگر در این باب، در بابی اذکاری پیش از شستنی هر عضو اگر چیزی مستقیم و چیزی مستحکم و به درجه قابل قبول می بود، امام نووی هم ذکر میکرد. چون که امام نووی در کتاب اذکارش هم حدیث های صحیح رو ذکر کرد، هم دعاها و اذکار صحیح رو ذکر کردگی هست که برای آنها حدیث های صحیح وجود دارد و هم دعاها و ذکرهای رو ذکر کردگی هست که کمی حسن هستند یا کمی ضعیفتر هستند، حسن لغیره هستند و غیره. پس این معنای این رو دارد که این دعاهایی که پیش از هر عضو روایت شدگی هستند خیلی از جهت مرتبه ضعیف هستند که آنها حتی قابلی، یعنی این نیستن، اینقدر قوت ندارن که ما با آنها ادب یا اینکه استحباب را ثابت بکنیم. و این چونین امام ابن حجر الاسقلانی که این نام رو خیلی زیاد شما میشنوید، از خود کنید. امام ابن حجر الاسقلانی یک محدث بود و در فقه شافعی بود، یک عالم که از همه شرح مشهوری صحیح البخاری را امام ابن حجر الاسقلانی رحمه الله تصنیف کرده است به نام فتح الباری. و این چونین امام ابن الصلاح الشهرزوری که یک محدث هست. هر دوی اینها هم میگویند که دعاهای این باب یعنی اساس ندارند، اساسی مضبوط ندارند. پس احتیاط در همین است که بله اگر انسان خواهد که پیش از هر عضو بسم الله بگوید، برای این مجال هست، برای این دلیل هست. چون که عموما هر عمل رو ما با بسم الله آغاز کنیم، برای این دلیل هست. اما از همه بهترین همین است که چطوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول با بسم الله آغاز میکرد و حکم کرد که بکنید و در آخر با دعای تمام کردنی وضو به انتها رسانید، همین خیل هم ما یعنی عمل کنیم، همین خیل هم ما رفتار کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جهت عبادت و پرهیزگاری از همه بالاترین هست، خب از تمام ما. پس ما باید این گونه رفتار نکنیم که من از پیامبر صلی الله علیه و سلم زیادتر میکنم. من یعنی البته این گونه نیت ندارد کسی، اما این همین گونه معلوم می شود که انسان گویا این گونه رفتار میکند که
چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله کرد کفایه نکرد. پس وقتی که ما دعوا میکنیم که ما اهل سنت و الجماعه هستیم، خب پس همین هست اهل سنت بودن که اگر یک چیزی شاید جایز باشد، خب جایز هست، ما نمیگوییم که بدعت هست، ما نمیگوییم که ناجایز هست، اما اگر کسی خواهد که سنت رو پیروی کند، دوستدار سنت باشد، پس این هست سنت. خلاصه این نقطه همین شد که تسمیه بسم الله گفتن پیش از هر عضو اساس دارد، سنت نیست، ادب هست. دعاهای پیش از هر عضو خیلی ضعیف هستند، پرهیز کردن بهتر هست. اما اگر کسی این دعاها رو سنت گفته بگوید، این رو گفته می شود بدعت. اما اگر کسی بداند که سنت نیست این دعاها و حتی ثابت هم نیستند، اما همین خیلی در بیرون هست، خودش به تاجیکی به فارسی دعا می کند هنگام طهارت کردنش، اللهم اینی اسألک علما نافعا، اللهم اینی اعوذ بک من البخل والجبن و غیره. همین خیلی بعضی دعاها را اگر بگوید و در مابین یکی از همین دعاها را هم بگوید از طرف خودش گفته، نه اینکه این دعا سنت هست، پس این جایز هست، این رو بعد بدعت گفته نمی شود. بدعت تنها اون عمل می شود که انسان با نیت سنت بودن یا ثابت بودن اجرا می کند. اگر من در بیرون باشم، یعنی در حاجت خانه نباشم، هدفم همین است، و در نزد من اگر شاگردانم باشد یا در نزد من مادرم یا بعضی گویم که کسانی که اونقدر در علم حدیث یا در علم فقه اونقدر یعنی متخصص نباشند، آگاه نباشند، من هیچ وقت یکی از این دعاها رو در نزد آنها نمیگویم، نمیخوانم، چون که آنها بعد در غلط فهمی میافتند که من یگان عملی دعای سنت رو انجام میدهم. اما اگر من تنها خودم باشم و بدانم که این دعاها اساس ندارند، سنت نیستند، بعضی وقت 3 ماه در یک بار، ماهی یک بار در فکرم بیاید، چون که این دعاها زیبا هم هستند، من 1 بار 2 بار بگویم، این باقی ندارد. اما آیا من میگویم؟ نه، من نمیگویم. البته پیروی سنت، انشاءالله پیروی سنت. به هر حال ادامه میدیم. و ادخال خنصره، خنصر بنصر وسطا سبب ابهام، 5 نام های انگشت ها را از یاد کنید. ادخال خنصره فی صماغ اذنیه، ادخال داخل کردنی خنصر از همه انگشتی خرد در صماغ، در سوراخی گوش ها. در باب قبلی اگر باید داشته باشید ما گفتیم که انگشت سبابه رو استفاده کرده برای درون گوش ها، یعنی هدف ما همین درونی که در بیرون هست بود، و انگشتان کلان رو استفاده کرده برای مس کردن پشت گوش ها. اما در اینجا میگوید که ادب وضو همین است، یعنی برای تکمیل کردن این سنت ما میتوانیم که حتی انگشت خرد رو بگیریم و در سوراخی گوش های خود دراریم تا اینکه داخل رو پاک کنیم. خب و امام شرنبولالی خودش در شرحش میگوید برای مبالغه کردن و پره و کامل کردنی مسح گوش ها. و نهم میگوید تحریک خاتمه الواسعی، حرکت دادن، جنبانیدنی خاتمی، یعنی انگشترینی، واسع یعنی وسع، کلان. خب از چی سبب در اینجا انگشترینی کلان گفته است؟ از سببی که اگر انگشترینی یا چی میگویم چله انگشتر که میگویم انگشتر چله اگر تنگ باشد، باید که ما او را حرکت دهیم، باید که ما آن را جنبانیم. حتی میتواند که فرض گردد اگر اینقدر سخت باشد که پوستی دست تر نشود. اما اگر انگشتر تنگ نباشد، وسع باشد، تنها ادب حساب می شود، تنها خوب هست، حسن هست که آن را هم جنبانیم تا اینکه دل در اطمینان باشد و احتیاط کنیم. خب برای همین است در اینجا واسع گفته می شود. یعنی تعجب نکنید که برای چی ما باید انگشتی که علاقه وسع هست جنبانیم. هدفش همین است که این ادب هست، نه اینکه ضروری. خب دهم این است که والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى. دهم و 11 به هم دیگر ربط دارن. غرغره کردن یعنی به آب به دهان آب انداختن و استنشاق به بینی هم آب کشیدن با دست راست، اما چرک های بینی رو به دست چپ گرفتن. چون که وقتی که ما آب درون میکنیم
این یک عملی پاک و صاف هست. حتی با بینی هم اگر یعنی آب درون کنیم، این یک عملی پاک هست. ما یکم چرک رو دست نمیزنیم، یکم نجاست رو دست نمیزنیم. برای همین برای آن که امام شورنبولاری همین قدر تنها میگوید برای شرفی، بنابر شرفی دستی راست، چون که طرفی راست، دستی راست عموما شریفتر هست، یعنی قدردارتر هست، بالاتر هست از طرفی چپ. برای همین در قرآن اصحاب الیمین و اصحاب الشمال می آید، کسانی که نامه اعمال خود رو در دست راست میگیرند و کسانی که در دست چپ میگیرند و غیره. یعنی خوشبختترین آنها یا خوشبختی آنها و کسانی که کامیاب میشوند آن کسانی هستند که اصحاب الیمین هستند، نامه اعمال خود رو در دست راست میگیرند. پس که شما میدانید که طرفی راست این شرافت رو دارد، این مرتبه بلندتر رو دارد. پس برای عملی پاک و صاف دستی راست استفاده شود و مقابل آن همون چرک های بینی رو تنها امتخاط، یعنی که وقتی که چرک ها رو بیرون میکنیم از بینی خود با دستی چپ کرده شود. خب اکنون 12 و التوضؤ قبل دخول الوقت لغیر المعذور. وضو کردن، توضؤ وضو گرفتن، قبل پیش از داخل شدن وقت، لی برای غیر معذور برای کسی که عذر نداشته باشد. از چی سبب این ادب حسابیده می شود؟ از سببی که پیش از داخل شدن وقت اگر انسان رود و تیاری بیند، آمادگی بگیرد و پیش طهارت کند، این چی نشان می دهد؟ این نشان دادن پیشگیری و اطاعت کردن امر الله می باشد که انسان اینقدر سر و سیمه هست، اینقدر شوق دارد برای اطاعت کردن امر الله که پیش تیاری می بیند. اما در اینجا یک گپی دیگر اصلی هست و مهم هست. از چی سبب میگوید لغیر المعذوری؟ از چی سبب میگوید؟ برای کسی که عذر ندارد، برای آن که شخصی عذردار، یعنی عذر شرعی، نه اینکه من عذر دارم یعنی خودت یک عذر رو پیش کنی، عذر شرعی رو من در نظر دارم. چون که انسانی که از جهت شریعت عذردار حسابیده شود، یعنی که عذر شرعی داشته باشد به مانند پیشابی دائمی، چکچکی پیشابی دائمی یا خونی که به ایست هست، دم متوالی گفته می شود از جهت فقهی حیث، این گونه نفرها باید انتظار شوند و بعد از در آمدن وقت نماز وضو کنند. چون که گذشتن وقت هر نماز طهارتی محدود آنها را از بین میبرد. پس چی فایده پیش از در آمدن وقت نماز طهارت کردن، وقتی که همین که وقت داخل شد طهارت محدود آنها میشکند، از بین میرود. برای همین در اینجا مؤلف گفته است لغیر المعذوری، برای کسی که عذر نداشته باشد. 13 این است که والاتیان بالشهادتین بعده، گفتن شهادتین پس از انجام وضو. بر این البته یک دلیل روشن وجود دارد که امام شورنبولاری بر این هم در شرحش اشاره میکند و من به جای همان گفتنی امام شورنبولاری تنها همان حدیث رو به شما میگویم. این حدیث در صحیح مسلم هم هست، حدیث 234 از عمر بن الخطاب رضی الله عنه که میگوید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. و این چنین امام ترمذی این حدیث رو روایت میکند و یک قسمتی بیشتر رو اضافه میکند که این مربوط به آخرین نقطه‌ای که در اینجا این مؤلف ذکر کرده است هست که امام ترمذی بعد از روایت کردن همین حدیث که من حالا به شما ترجمه میکنم، این قسمت رو علاوه میکند که انسان این را هم باید بگوید اللهم اجعلنی من التوابین و جعلنی من المتطهرین. پس این حدیث چی معنی دارد؟ عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر یکی از شما که وضو میگیرد و آن را به کاملی میرساند، یعنی که به انجام میرساند، سپس میگوید اشهد ان لا اله، دعا رو ترجمه میکنم که شهادت میدهم که نیست هیچ معبودی بجز الله
که یگانه هست و هیچ شریکی ندارد و شهادت میدهم اشهدو که محمد صلی الله علیه و سلم بنده او و رسول اوست. این دعا رو میخواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ برای او 8 درهای بهشت جنت گشوده می شود و از هر کدامی که بخواهد وارد می شود. خب و امام ترمذی همان این قسمتی رو که اضافه کرده است در کتاب خود، این چی معنا دارد؟ اللهم، یا الله، من رو از توبه کنندگان قرار بده و مرا از پاکان بگردان. پس این است شهادتین. حدیث هست برای این و برای این قسمت هم حدیث هست. اینش در مسلم و اینش در ترمذی. اکنون یک نقطه دیگر هست در اینجا که امام شورمولاری نمیدانم برای چی این نقطه رو و این نقطه رو جدا نگذاشته است. ببینید، من اگر خواهم میتوانم که این رو گذارم و ان یشرب من فضل الوضوء قائما و بعدا این رو گذارم. این چی شد؟ 15 تا آداب وضو. برای همین من در باب سنت برای شما فهمانده بودم که خیلی زیاد توجه ندهید به عددی روی خط، یعنی فرق نمیکنه که چند تا حساب میکنند. بعضی ها از یک خیل حساب میکنن عددش زیاد یا کم میشود، بعضی ها دیگر خیل حساب میکنن. بعضی ها بعضی چیزها رو در یک خط میگذارند، دو سه چیز رو در یک خط حساب میکنند. بعضی ها خیلی بین آنها جدا میکنند و روی خط زیادتر میشود. از این سبب عدد اونقدر مهم نیست. به هر حال این نقطه آخرانی که انشاءالله برای درس امروزه میگذاریم این است که و ان یشرب من فضل الوضوء قائما، و این که بنوشد از فضل، از باقی مانده وضو. فضل الوضوء، وضو آبی طهارت رو گفته می شود و وضو طهارت کردن رو گفته می شود. نمیدونم من قبلا این رو ذکر کردم یا نه، اما این خیلی مهم هست، فراموش نکنید. وضو آبی وضو و وضو خودی عملی انجام دادنی طهارت. و این که بنوشد از باقی مانده آبی طهارت در حالت ایستاده و اینش رو گذاشتیم البته و این دعا رو بخواند. پس این چی معنا دارد نوشیدن باقی مانده آبی وضو؟ امام شورمولانی میفهماند، یعنی خردک مختصر میگوید که چی ایستاده باشد چی نشسته باشد، لانه صلی الله علیه و سلم شرب قائما من فضل وضوئه و ماء زمزم. میگه چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده آبی باقی مانده طهارت خود را نوشید و این چنین آبی زمزم را هم یک وقت ایستاده نوشید. اما من به جایی که یعنی من به شما کمی زیادتر تفصیل میدهم که این از کدام حدیث گرفته می شود و این به چی اشاره میکنند. حدیثی هست در صحیح البخاری، حدیث 5616 که از علی رضی الله عنه روایت می شود که علی رضی الله عنه انه صلى الظهر، نماز ظهر را ادا کرد، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، سپس در صحن کوفه برای انجام دادن حاجت های مردم نشست. و کوفه رو فراموش نکنیم، من درباره کوفه برای شما یک فایده میگویم. حتی حضرت صلاة العصر، تا آن زمانی که وقتی نماز عصر فرا رسید. ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم. سپس چی کرد؟ وقتی که به حاجت های مردم رو کمک کرد و انجام داد و غیره، سپس وقتی نماز عصر که فرا رسید برای او آب آوردند، او کمک از آب نوشید و بعدا روی و دستانش رو شست، سرش رو مسح کرد، پایهایش رو مسح کرد، شاید مسحی داشت. خب چون که پای باید شسته شود نه اینکه مسح کرده شود، از این سبب ما باید قید کنیم در اینجا شاید مسحی داشت، یعنی خفین داشت، اما این گپی اصلی نیست، میگذاریم. و بعد از اون در حالت ایستاده از باقی مانده آبی طهارت خود نوشید و چی گفت؟ ان النبی صلی الله علیه و سلم صنع مثل ما صنعت، بیشک پیامبر صلی الله علیه و سلم چونین کرد که من امروز کردم، چی طوری که من حالا کردم. خب و این حدیث، این گونه حدیث از علی رضی الله عنه در سنن النسائی هم هست، حدیث 136، در مسند امام احمد هم هست، حدیث 971
درباره علی رضی الله عنه، این عمل علی رضی الله عنه و این سخن علی رضی الله عنه ذکر می شود. خب دیگر این است، یک نقطه دیگر این است که امام العینی، امام بدرالدین العینی که یک عالم حنفی هست، معاصر ابن حجر الاسقلانی هست و یک محدث هست که دوم بهترین یا حتی گفته می شود یکم بهترین شرح صحیح البخاری رو این شخص هم نوشته است. یعنی امام ابن حجر فتح الباری رو نوشتگی هست، امام بدرالدین العینی عمدة القاری رو نوشتگی هست که این دو تا شرح از همه بهترین شرح های صحیح البخاری حسابیده می شوند. خب امام العینی چی میگوید در مورد همین نوشیدن باقی مانده آب که یک ادب هست؟ میگوید که المراد من فضل الوضوء يحتمل ان يكون ما يبقي او ما يبقى في الظرف بعد الفراغ من الوضوء، ويحتمل أن يراد به الماء الذي يتقاطر عن أعضاء المتوضي، وهو الماء الذي يقول له الفقهاء الماء المستعمل. در عمدة القاری همین گپ رو میگوید که وقتی که باقی مانده فضل الوضوء گفته می شود، مراد از فضل الوضوء باقی مانده آب طهارت می تواند آبی باشد که پس از انجام وضوء در ظرف باقی ماند و انسان همین چیز رو بنوشد، و همچنین احتمال دارد که مقصد آبی باشد که از اعضای کسی که وضو کننده هست می چکد و این همان آبی هست که فقها آن را الماء المستعمل میگویند، آبی استفاده شده. چون که آبی استفاده شده اگر بیاد داشته باشه طاهر هست، غیر مطهر، پاک هست اما پاک کننده نیست. پس اگر انسان خواهد که بنوشد، نوشیدنش جایز هست. یکی از آدابی طهارت حساب می شود. پیامبر صلی الله علیه و آله این عمل را همه وقت نمی کرد. خب پس این سنت نیست، لازمی نیست، ضروری نیست. حتی در بعضی کتاب های فقهی گفته می شود اگر انسان کمی دلش این گونه باشد که نخواهد، یعنی آب شاید کمی چرک معلوم شود یا نخواهد دلش قرار نگیرد، پس کردنش لازم نیست. این تنها یک آداب یا همچون یک مصلحت پیش کرده می شود. و درباره امام بدرالدین العینی و ابن حجر این گپ رو من یک طرف میگذارم. میخواستم درباره این دو عالم برای شما کمی بگویم که چگونه معاصر بودن و چگونه کم ترک با همدیگر بحث و مباحثه میکردن. ابن حجر الاسقلانی محدث و شافعی بود، امام بدرالدین العینی محدث و حنفی بود. هر دوی آنها در یک زمان در یک منطقه و هر دوی آنها کمی مسابقه داشتن بر بهترین شرح بخاری رو نوشتن و بین آنها کمی چی شده بگیم که کمی بحث و مباحثه بعضی وقت میشد، کمی گپ های جالب و کمی شوخی ها از درباره مناسبت آنها با هم دیگر وارد شدگی هست که میخواستم با شما کمی نقل کنم که چقدر جالب هست که حتی عالمان برجسته هم کمی بین خود یگان وقت ناریزا می بودند و بحث میکردند و در بحث می افتیدند. هر دی اینها در شعر هم خیلی خوب بودند و با عربی بخلاف یکدیگر بعضی شعرهایی میگفتند که مردم وقتی که میشنیدن یک معنای عادی داشت اما یک معنای پنهانی هم داشت. اما گرچند که این گونه چیزها میشود بین مردم، حتی بین عالمان، در آخر هر یک عالم در دلش، یعنی از جهت اصلش، هیچ وقت به مقابل یک کسی دیگر بدی رو نمیخواست و وقتی که یکی از آنها فوت میکرد به جنازه اون شخص هم می آمدن، برایش دعای خیر هم میکردن و یعنی این گونه کمی گپ ها که میگریزد که میگویم این گونه میشود بین مردم. البته سنت و اخلاقی پیامبر همین است که ما کوشش کنیم که این گونه گپ ها نشود، اما بعضی وقت میشود و علمای سلف چی باشد چی خلف باشد، یعنی انسان بودن، آدم بودن، این گونه چیزها میشود. این هیچ وقت نمیگذاشتن که این سببی تفرقه بین امت شود. اما به هر حال من درس در همینجا به انتها میرسد انشاءالله. تنها یک گپ رو میگویم پیش از برآمدن و این از درباره کوفه. چون که شما فقه حنفی رو میآموزید، من این گپ رو خیلی مهم میدانم برای شما رسونم. من گفتم که حدیثی که در مورد علی رضی الله عنه پیش کردم، من گفتم که وقتی که علی رضی الله عنه در کوفه بود، کوفه در کجاست؟ کوفه و بصره هر دوی این شهرهای کلانی عراق می باشند و در وقت صحابه رضی الله عنه، در وقت خلافت عمر رضی الله عنه در سال 17 هجری تقریبا، عمر رضی الله عنه با حکم عمر
کوفه یعنی بنیاد داده شد. این شهر بنیاد داده شد در عراق و اول تمامی یعنی صحابه اکثرا در مدینه می ایستادن، اما از همین سال به بعد عمر رضی الله عنه آهسته آهسته آنها را اجازت داد که از مدینه بیرون شده به دیگر دولت ها سفر کنند و در آنجا دعوت و تبلیغ را پیش برند و به مردم قرآن و سنت و غیره را درس دهند. پس از بین صحابه‌ای که به کوفه روان شدند این بود علی رضی الله عنه، عبدالله ابن مسعود. این دو صحابه‌ای که اصلا مشهور هستند و زندگی خود رو در کوفه در عراق گذرانیدن و تابعین آن دولت رو درس دادن. و این چنین سعد بن مالک، حذیفه بن الیمان، سلمان الفارسی، ابو موسی الاشعری، این بعضی صحابه های بود رضی الله عنهم که به کوفه به عراق روان کرده شده بودند. و بعد ببینید علی رضی الله عنه و عبدالله بن مسعود، فراموش نکنید این دو صحابه که از همه مشهور هستند و در کوفه بودند، اینها تعلیم دادند تابعین را و از بین تابعین یک نفری به نام ابراهیم النخعی که سال 95 از دنیا گذشت. ابراهیم النخعی آمد و شاگردی کرد، تحت نظارت صحابه علم آموخت و مخصوصا علم عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه را آموخت. پس این سند علمی هست، به فکرتون بگیرید. نبی صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن مسعود که در کوفه که به کوفه روان کرده شد و بعد از عبدالله ابن مسعود تابعی ابراهیم النخعی آمد که البته عبدالله ابن مسعود صدها شاگرد داشت، اما از همه شاگرد برجسته‌ای که به سلسله علمی فقه حنفی میرسد این بود ابراهیم النخعی. و البته ابراهیم النخعی هم که تابعی بود بعداً چندین تا شاگرد داشت و از بین شاگردانش یک نفر به نام حماد بن ابی سلیمان که سال 120 هجری از دنیا گذشت. این یک شاگردی برجسته و یک عالمی بزرگ شد و همین عالم بود حماد بن ابی سلیمان که استادی امام ابو حنیفه رحمه الله شد. و امام ابو حنیفه چطوری که شما شاید نه، اما شما باید بدانید در سال 80 هجری به دنیا آمد، سال 150 هجری از دنیا گذشت. پس حماد بن ابی سلیمان استاد امام ابو حنیفه بود. پس امام ابو حنیفه وقتی که اقوال می داشت، قول می داشت، فتوا می داد، اکثرا فتوا و گپ‌های امام ابو حنیفه بر می گردد به ابراهیم النخعی که شاگردی عبدالله بن مسعود بود. پس اکثری فتواهای مذهب حنفی بر می گردد به همین صحابی عبدالله بن مسعود علی رضی الله عنه، چون که آنها آمده بودند به کوفه و درس می دادند. این خیلی یک گپی مهم هست و این سلسله و سند علمی هست برای فقه که فراموش نکنید. در همین جا درس ما به پایان می رسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.